سوال ریاضی داخل 1402 از مبحث کار و انرژی. سوال گفته در شکل زیر جرم کل سورتمه و بار آن 2 تنه و تراکتور تحت زاویه تتای 37 درجه نیروی ثابت 6000 نیوتن رو بر اون وارد میکنه. اگر نیروی اصطکاک جنبشی که بر سورتمه وارد میشه 4000 نیوتن باشه و با این وضعیت سورتمه در مسیر مستقیم و افقی 5 متر جابجا بشه، تغییر انرژی جنبشی سورتمه چند ژوله؟ دوستان از من دلتا کار خواسته، تغییرات انرژی جنبشی. من میدونم دلتا کا مساوی است با WT یعنی کار کل. الان من باید برم دونه دونه کارا رو حساب کنم و ازشون یه برایند بگیرم تا WT به دست بیادش. دوستان من میدونم کار نیروی وزنم صفره. چرا؟ چون زاویه بین نیروی وزن و جابجایی من 90 درجه است. الان برم اول کار نیروی تراکتور رو حساب کنم. WF مساوی است با FD کوسینوس تتا. جایگذاری کنم. F من 6000 نیوتونه، 6000 ضرب در دیم که 5 متره ضرب در کوسینوس 37 درجه که گفته 8 دهمه یا معادلش 4 پنجم میذارم. 5 با 5 ساده میشه، 6000 ضرب در 4 میشود 24000 ژول. حالا برم کار نیروی اصطکاک رو حساب کنم. دوباره از همین فرمول میرم. F من چقدر؟ 4000 ضرب در دیم که 5 متر بود ضرب در کوسینوس تتا. دوستان من میدونم نیروی اصطکاک جنبشی برخلاف جهت حرکت جسمه، پس زاویه بین نیرو و جابجایی میشه 180. کوسینوس 180 هم که میشود -1. 5 ضرب در 4000 ضرب در -1 میشود -20000. 24000 ژول منهای 20000 ژول میشود 4000 ژول که تو گزینه 1 واقع شده.